سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین. خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه من توی چنل یوتیوبم. امروز قراره که پاستا درست کنیم با دوست عزیزم حنا جون. آره. سر ماکارون. دوستان اجازه بدین، ما الان آب نداریم، اوکی؟ واسه همین اینو الان باید توش آب معدنی به نظر این کافیه؟ به نظرم زیاد هم خوب. واقعا؟ آره. نه زیاد نیست. نه خوبه. یعنی ما هر وقت آب میریزیم کلا چی؟ یاری بنده خدا. خدا خندای جذابی نیستم. خب اول این باید بذاریم جوش بیاد، نه؟ آره. نت داری؟ آره. چت جی پی تی داری؟ آره. برو توش. وقتشه نه؟ آره. همونجی که من الان تو کنیم. چون نمیدونم اول باید چی کار کنیم. میخوام ببینم سسش رو باید چجوری نمک کجاست؟ نمک بالاست. نجوا یورت نمیدن. تازه نمک بریزی زودتر هم توش میاد آبه. ها؟ الان فکر میکنم از بریزیم. نه بریز. میریزیم. بعد میگه که وقتی آبکش کردی روغن زیتون یا کره بهش اضافه بکن تا نچسبه. خب خب این سخت نیست که بعد کره رو باید چیز کنی. نه سخت نیست. پاستا رو توی آب جوش بده. آخه من یکم چیز بشه بجوشه بعد بزن. آره بذار بریز. ما همچنان وقتی میگیم آسونه بله. نمیدونیم چی کار کنیم. خب اینو بذاریم بجوشه. بعد دوباره به نظرم مرغ رو سرخ کن اول بعد سوزیش رو چیز کن. آره بعد پاستا رو بریزیم. همه چو بریزم دیگه. همش نمیاد بیرون. من هیچ وقت نتونستم خوب دردی رفت. این زیاد ریختم حس میکنم ولی خب حالا باید روغن بزنیم. روغن داداش. روغن داداش. 2,000 years later. چون این توش روغن نریزیم این میچسبه. بعد خیلی بد میشه. اوه چه اینقدر زیاده. گوشی رو میاری؟ نگاه کن. این از این بر میریزه چه جالب.
اینجوری کردم بعد پیست زدم به اینجا. یا ابوالفضل یا ابو عدل موسی بن جعفر. وای خب نکن داری چه زیادی داریم آشپزی میکنن مثل خانوم خونه بودن. اوکی نمیدونم آقای خونه. آره الان آقای خونه به حساب میاد. چرا اونجوری نگاه می‌کنی؟ یه آهنگ میذاری؟ زیاد کن. ببین به نظرم زیاد نیست. اگه بخوایم به عنوان شام بخوریم واقعا به نظرم زیاد نیست. نصف حالا همه چیزی که ما میخوریم باشه نه خب به نظرم یک کم دیگه طلایی بشه خوبه. نه؟ آره به نظرم خوبه. میخوای بخور ببین نه منظورم که اون که پخته اصلا اصلا قرار نیست با اینم بمونه. آره. خب اصلا قراره با سس بمونه. باید با سس قاطی بکنی. خب حالا می‌بینیم باید چی کار کنیم. میخواستم خودم همینو بهت بگم. راه تو دوره دل من چه صبوره کاش بودی امیدی. وای اینجا